واقعا قدم رنجه فرمودی برادر. عرض کنم خدمتتون تو یکی از ویدیوهایی که یادم نمیاد، فکر کنم ویدیو قطب جنوب مستر بیست بود، لینکش تو دیسکریپشن، میتونین بریم اون ویدیو رو ببینید اگر ندید. و تو اون ویدیو گفتم ویدیو 7 روز در صحرای مستر بیست که اشتباه کردم و خیلی‌ها گفتین تو کامنت ها که اون ویدیو 7 روز در صحرای مستر بیست رو برین، ولی یه بخشیشو دیدم فهمیدم 50 ساعته، یعنی مثل قطب جنوب 50 ساعت به ساعته، یعنی به روز نیست. چالش 24 ساعت تو صحرا شروع شد. ما باید 24 ساعت تو این بیابون زندگی کنیم. 24 ساعت؟ ما باید 24 ساعت تو این بیابون زندگی کنیم. 5 minutes later. دقیقه. من گرسنمه. نه دیگه، اول پناهگاه. ولی من گرسنمه. ده کریس یه چیز درست کوف کنه. حتما. بذار اول چادر بزن. یک ساعت، طول یک ساعت. همچنان دارم داخل ویدیو براتون ترجمه میکنم. هی واسه نرو. ای بابا چقدر سخته. کریس تو راحتی؟ آره خوب. 15 ثانیه بعد. چقدر سخت سرید. اولش اینو وارد میکنی، بعد اینجا یه میله فلزیه، میتونی ببینیش داره؟ آره کریس اینجا بیمه عمر ما به حساب میاد. و مرد شما هم به حساب میاد، چیزی که الان نیست. ساختار آتیش با 3 چیزه: ژوله، سوخت و اکسیژن. چیزی که ما امروز میخوریم غذاهای ارتشی کاملا سالم و واسه خوردن آماده و مطمئنه. ما دیگه نمیخوریم. اتفاقا میخوریش. تو هم ممنونم. بیا بخورش. گوشت با سس تازه مال خودمه. آره خوش به حالت. اینم بخورش از ته. کریس داره چه حالی میکنه حاجی. همه ما نیاز به کمکای اون داریم. 4 در طول 4 ساعت. این اولین وعده غذاییمونه. آبو گذاشتم اینجا بجوشه. اوه خیلی داغه. فقط یکم همش میزنیم، درش رو میبندیم، خودش آماده میشه. راستش چندلر همش داشت بهم التماس میکرد. کم کم داره میره رو مخم. چه حسی داری مثل مامانا داری غذا پختن یادمون میدی؟ البته الان دیگه واقعا مامانه، چون بچه‌م داره. خیلی خوب، وقتشه که غذامونو بخوریم. خارج از شوخی واقعا خوبه. اوه واقعا کریس مثل اونو بده به چندلر بخوره، گناه داره. این منم که غذا درست کردم. برو قاشق خودتو این که قاشق منه، خودم بازش کردم. ولی من درست کردم. چادر رو سرپا کردم، آتیش درست کردم، آبجوش آوردم و بابا، غذا تو جون درست تو. کردم. واقعا حس میکنم چندلر مشارکتی نداره، با اینکه عضوی از تیمه ولی همش به من تکه میکنه. بعد از من قاشق میخواد. من غذا رو درست کردم. این واقعا درست نیست. میشه بگی چی کار کردی؟ ما الان داریم سعی میکنیم زنده بمونیم. زندگی قبلیمون دیگه رفته. به خاطر این کار توی چالش بعدی پدرتو در میارم. کاش چوسفیل آورده بودم، خیلی جذاب بود. میدونم سخت اینجا مایکروویو نیست. آره با مکدونالد. یا مکدونالد. یا آشپزی. کریس منو مسخره میکنه چون میگه نمیتونم تنهایی کار کنم. خب شما بلد نیستی. ببندش دیگه، مصاحبه خودمه. یکی از بدترینای کار کی بود؟ چرا گوزیدی؟ نمیدونم چرا همه گرفتن رو من، واقعا دلیلش رو نمیدونم. من نیستم. واقعا حوصله این کارا رو ندارم. بسمه. کجا میره؟ هی چندلر، بنده خدا چندلر رو فراریش دادین. شرمنده. قول میدم دفعه بعد مسخرت نکنم. کمتر بگوز دیگه چنده. هی دوربینو بده من. فرار نکن چندلر. این چیه؟ ولش کن چندلر. کجا رفتی میشه پسر؟ اینقدر اذیتم نکنی داداش؟ ببین چندلر، الان 2 تا راه داری. من با کی بد بودم آخه؟ برگرد و اعترافش کن. بچه‌ها چندلر برگشت. دیگه پاک توبه کرده. ولی اینا تا 10 دقیقه فقط مسخرش میکردن. سخته ولی باشه. در طول 6 ساعت. خیلی خوب بچه‌ها، این 8 صبحونه است. میشه گفت آخرین گزینه ما، یا به عبارتی آخرین وعده غذاییمون. یکم پیچیده است ولی خب این صبح برای منه. همش مال منه. چی؟ مال منه. همش مال منه. چی؟ من همه اینا رو درست کردم، پس هر چی که باشه میخورم. کریس فکر میکنه چون غذای بقیه ماهارم ساخته میتونه ازش بخوره. چی؟ صادقانه بخوام بگم کریس از هممون داشت بیشتر توی این چالش کمک میکرد. هم چادرها رو درست کرد، هم غذا رو درست کرد و آتیش رو بپا کرد و کل کارا رو اون کرد. وقتی اون خوابه کنترل دست منه. مقامشو گرفتم. خیلی خوب، قراره یه آتیش بزرگ درست کنیم تا بقیه بچه‌ها دورش جمع بشن. من مغرور نیستم، فقط میگم صبحونه که دوست دارم فقط یه دونه مونده. پس حق منه چون همه کارا رو انجام دادم. به آخه به، خاک وسته ای، جزیره. چی هیچ کار کردی؟ غذاتو خوردی؟ غذاتو خوردی؟ اومدم. چه برای من آورده ای کریس؟ میخوای درست نکنم؟ یکی هم این بسته کوچولو رو بیرون نیبر. این اصلا خوب نیست. آره. اگه این اوه، سمیه لعنتی. ولی نباید بخورمشو. آره تا زمانی که باز نیست خوبه. کریس چیزای سمیه ول کرده و دادشون به من که بخورمشون، ولی فکر کنم این راه باشه که منو بخواد از شهر خودش خلاص کنه. من فیلم بردارم دوباره. هیچکی تو غذا آخه خاک نمیریزه. این چه وضعشه؟ واسه منم همینطور بود. حرف نزن.
وولک داره اعصابم خورد میشه، میخوام فوشو بدم. الان تو تازه از بیابونی همه دیگه، تو عجیب‌تر. هتل تیفانی دونه‌های نیستیم، از اونا برفم رو بگذر. غذامه. بس دیگه، مخاطبای عزیز اگه مردیم تقصیر کریسه. اگه تو طول ویدیو منو با شلوار مناسبی ندیدین واسه اینه که من کمربند نداشتم. شلوارم همینه. خیلی خب، بحث چیه؟ بحث اینه که شما که داری با ویدیو حال میکنی و لایک و ساب و یادت میره، یه پیام دارم برای شما دوسته. صداش قطع شده، اون وسط می‌خواست یه چیزی بگه. خیلی خب بچه‌ها، من میرم کله مرگمو بذارم چون واقعا خیلی خسته شدم. پس شب بخیر. خیلی خب، 15 ساعت دیگه مونده و ما یه خورده غذا داریم که اونو چندلر میخوره، یه خوردم آب داریم که اونم میخواد چندلر بخوره و چندلر کلا اومده تا بخوره. هرچی داشتن و خوردم، واسه همین منو فرستادم بیرون تا دنبال غذا اینا بگردم. مهم نیست، اینجا رو نگاه کن باشه. سگه؟ انگار شب سگای بیابونی اینجا بودن. نگاه، دیشب سگا پارتی گرفته بودن. دنبال چی میگردی؟ سلام رفیق، خوبی؟ لوکیشن یکی از هیترهای کجوان رو در آوردم و برو بهش جایزه‌شو بده و بیا. اوکیه. ها، امروز ما این جایزه‌شو بدیم تو دهنش بکنیم، بعد یه خودمونم از اینجا بریم. اوه اجازه. خیلی خوب، اینجاست، آروم باشید. هی وایسا ببینم مرد، شما کی هستین؟ ما اومدیم جایزه رو به تحویل بدیم. هیتر کشوان. آها، هیترم جایزه میگیرن؟ آره، تیتا به طلاییه، حالا بخورش. این چی بود؟ فکر کنم اسپانسرشیپ مستر بیست بود. اون زیر نوشته بود شاپ مستر بیست. چطوری؟ من دارم میپزم. منم همینطور. کریس، خوش میگذره؟ راستش واقعا آره گرمه. میدونم دیگه، خیلی داره بدتر میشه. خورشید برو به درک. این همه چیز خوردی، این یکی رو تقسیم کنیم. خودم خریدم. چندر باز کشتشه؟ چرا که نه؟ چندر؟ هوا بعد جوری گرمه. آخره وقت رو داریم تلاش میکنیم که با پوست سوخته از اینجا خارج نشیم و فکر کنم چندرم 2 کیلو وزن اضافه کردیم. امروز صبح من وسط بیابون بیدار شدم، درست؟ چندلرم اونجا نشسته داره غذا میخوره، ولی ما تو کمبود غذاییم. داره لپشو پر میکنه. مردی که اون همه هیکل داری، اندازه سجاد آباد هم هیکل داری دیگه، نه قور نزن. پسر، هوا خیلی گرمه. ما راجع به چی حرف میزنیم؟ حسابی گشنم شده، دارم میمیرم از گشنگی. و راستی بچه ها، غذامونم تموم شده. من گشنمه. چندلر؟ پس مجبوریم به 2 تیم تقسیم بشیم و توی بیابون دنبال غذا بگردیم. تیم 3 نفره ما میره به سمت اونجا، ببینیم چی میشه. شما هم اینجا بمونید. اوکی. بریم بچه ها. چندلر خودت هم راه برو. خب رئیس اونه. هی عجب کوهایی. نه چقدر دوره، من گشنم شده. خورشید یه سره میدرخشه. اینجا جسد حیوان مرده نیست، بیشتر علف‌ها و گیاهای کوچیکی هن که میتونن زنده بمونن. استاد یه سوال، اگه همینطوری راه بریم چطوری راه پناهگاهمون رو پیدا همینو کنیم؟ دنده عقب میای فقط دیگه. راه برو پسر. کریس، چیه؟ دست نگهدار. چندلر داره اون گوشه میشه. بابا چند جان مادر، اون همه آب خوری الان میخوای همه رو تخلیه کنی؟ ول کن دیگه 2 دقیقه. خب این چیه؟ کلیک بیت شدیم. اینجا رو نگاه کنین. این همون چیزیه که پیش رومونه. این چیزیه که در پیش داری. حست چیه؟ احساس خستگی و گرما دارم، ولی حالم زیاد بد نشده این بار. من چی کار کنم؟ چنل کجوان رو ساب کنی. منطقیه، به خدا منطقی در این چیز بود واقعا تو این ویدیو. ای بابا اینجا خار داره. آخ نه، ولی جدی درد داره. اینجا شبیه بوئنا نیست. آخ آی کریس، بی زحمت اینجا وایس ازمون فیلم بگیر. از این فاصله شبیه مورچه هایی. وای گرمای ظلمات، دهنت سرویس. خوبی چندلر؟ فکر کنم گرما زیادی با همون پسر خاله وای شده. لعنتی. مقصد اینجا هم رو. اونجاست، کوه بوبی. نه رفیق، الان تو اندازه مورچه ای، دور تا دورمون برهوته. خب حالا چی کار کنیم؟ نمیدونم. خب سرخ میشی. الان از این سوالا بپرسین. خیلی خوب، حالا بگو چی بابا کار کنیم. نمیدونم. چندلر حالت خوبه؟ میگم چندلر یه وقت نمیره تو این چالش، هم میخوره هم میخوابه. هم میشاشه. نکن بابا، من ناسلامتی اومدم با شما وقتمو بگذرونم، بعد شما شن میکنی تو شلوارم. به چی فکر میکنی؟ اینکه پشا صبح کجا میخوابن پشا صبح نمیخوام عزیزم، شبا میخوابن. و دیگه رسیدیم به آخرای چالش و باید پیاده بریم پایین. کریس مراقب باش. کریس آها، میخواد با سرعت بره چنل کجوان رو ساب کنه. بابا چه با کله میره.
اصلا ساب کردی؟ راجع به هیتر کجوان گفتم به چی شد؟ خیلی خوب. $500. خب که چی؟ $1000. خب که چی؟ که سیلام فن بشی. بابا سیلام فن چیه دیگه؟ یعنی فن کجوان شدن. من فنش نمیشم. بر پدر لعنتم $4000 واسه فن کجوان شدن. فنای کجوان با پول فنش نمیشن. باشه بابا، سیلام فن میشم باشه. آبوری کلا. هیتر کجوان با پول هم فن شون. آره چندلر میگفتم. یه نفر دیگرم اینطوری به اعضای کانال کجوان اضافهش کردیم، اونا با رضایت کامل و تمام، حتی سیلام فنم شد دیگه. آره و امروز میخوام تو این ویدیو به 2 تا چیز دیگه هم اشاره بکنم، اینکه دیسکورد و اینستا کجوان هم برید دنبال بکنید، دیسکوردش رو جوین بشین، اینستاش هم فالو کنید. لینک تو دیسکریپشن. بعد 24 ساعت. سلام بچه جامون. بچه کجایین؟ و مثل همیشه لایک و کامنت و ساب کردن کانال کجوان فراموش نشه. نشه سابسکرایب بکنید یا من اکانت فورتنایتتون رو حذف میکنم. مستر بیست اینو گفته. خیلی ممنون از بچه‌ها، مخصوصا اون قسمت که به هیتر کجوان پول دادن، کاش این نمیدادن، اون پولو به جاش به من میدادن. صندلیم شکسته، با این صندلی آشپزخونه اومدم. امیدوارم این ویدیو رو فهمیده باشین که من با صندلی خودم نیومدم.